چه اشک‌هایی که مادر زمین اینجا نریخته است. وقتی تبرهای آهنین سنگدلانه بر پیکر این درختان سربلند کاج فرو رفتند و چنین تکه پاره شدند. نفوذ دولت افغانستان اینجا در این جنگل‌های کوهستانی ولسوالی تنی در ولایت خوست احساس نمی شود. اما نقش پای قاچاقبران چوب درختان و اونهایی که برای اهداف دیگر از اون استفاده می کنند کاملا هویداست. کمتر از 1 ساعت طول کشید تا با هلیکوپتر از کابل به شهر خوست برسیم. از شهر خوست تا اینجا در 2 ساعت با خودرو می رسیم. فعالیت قاچاقبران هر روز عضو از این جنگل ها را می گیرد. در غیبت دولت مرکزی کسی اینجا نمی تواند مانع قطع درختان به دست افراد مسلح شود. اکبرخان مشهور به قماندان یکی از اونهاست. این پسرک 13 ساله که او هم سلاح به شانه گرفته فرزند قماندان است. اکبرخان افراد مسلح دیگری هم تحت فرمان خود دارد. او دست داشتن در قطع درختان را رد نمی کند. اما همزمان از سهلنگاری دولت انتقاد می کند و می گوید دولت باید بازار فروش چوب درخت جنگل ها را ببندد. راه حل این نیست که سربازان به جنگل بیان و مانع قطع درختان شوند. این کار نتیجه نمیده، چون وقتی بازار فروش چوب درختان جنگل های افغانستان باز باشه، افراد باز هم از مناطق مختلف میان و درختان را قطع میکنن. در میان این همه افراد سلاح به شانه و کلاه به سر، این جوان هم سیمای متفاوت دارد و هم نگاه متفاوت. همه درختای سبز رو قطع میکنن. اینجا کسی درختای خشک شده رو نمیزنه. بین مردم توافق نیست. دولت هم به مردم هشدار نمیده. میان درختای سبز رو قطع میکنن و به بازار ولسوالی تنی میبرن. پلیس هم پول میگیره و بهشون اجازه میده رد شن. من قطع بیرحمانه درختان جنگل ها در خوست رو تایید میکنم. این پدیده شومی در اینجاست. در همین ارتباط اخیراً نیروهای امنیتی 15 نفر را با وسایل قطع درخت که تعدادی درخت رو هم قطع کرده بودند دستگیر کردند. اگر اینجا حضور دولت احساس نمی شود، طالبان یا گروه دیگر مخالف دولت هم اینجا حضور ندارند. این مرد توضیح می دهد که چرا ولسوالی تنی آرام است. مردم منطقه با هم متفقن و خودشان امنیت را تامین می کنند. اجازه نمی دهند که کسی از خارجی ولسوالی بیاد و مشکل خلق کند. افراد غریبه که اینجا بیایند مردم بلافاصله متوجه می شوند. این آرامش که دولت در آن سهم ندارد، زمینی اون را فراهم کرده که سینه فراخ دامان سبز طبیعت برای اونهایی که تفریح میکنند هم باز باشد. اینها هم تفریحشان کاملا بی آسیب به طبیعت نیست. بخشی از تفریح اینها نشانه زنی و شکار پرندگان است. از همین شکار غذا هم میپزند و میخورند. برخی هم با نشانه زنی با کلاشینکوف تفریح میکنند. هرچی بیشتر در میان این جنگل‌های کوهستانی قدم بزنید، نشانه‌های بیشتری از درخت‌های سربریده را پیدا می‌کنید. هنوز رقم دقیقی در مورد میزان درختان که همه‌ساله در افغانستان قطع می‌شوند در دست نیست. اما برپایی گزارش‌ها این پدیده هر سال گسترده‌تر شده و سرمایه ارزشمند محیط زیست افغانستان کمتر می‌شود. این یک واقعیت تلخ است که مردم ما درختان را قطع می‌کنند. ما به مقامات ولایت‌ها و وزارت‌های داخله، دفاع و شورای امنیت ملی در مورد این مشکل نامه فرستادیم. امسال شورای عالی اقتصادی افغانستان طرح 5 ساله‌ای را تصویب کرد که به موجب آن در 11 ولایت جنگل‌ها بازسازی و درختان کاج و بادام کشت شود و مردم این مناطق هم از عاید مالی که از عرضه میوه این درختان در بازار به دست می‌آید سود ببرند. تا اون زمان که دولت دست به کار می شود، نه تنها در خوست بلکه در ولایت‌های همجوار پکتیا، پکتیکا، کنر و نورستان و حتی ولایت‌های غرب و جنوب غرب افغانستان هم هر روز به پیکر درختان سبز تبر زده می شود. تبرهایی که در واقع بر پیکر محیط زیست افغانستان وارد می شوند. در کنار طمع قاچاقبران، بیکاری و تنگدستی به این تبرها دسته می دهند. بیم آن می رود که ادامه روند تخریب جنگل‌های افغانستان به از بین رفتن گونه‌های پرندگان، حیوانات و حتی در دراز مدت به بحران محیط زیستی در این کشور منجر شود و مردم به سختی بتوانند هوای پاک تنفس کنند. حسیب عمار، BBC خوست.